أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید: باب تغلیظ تحریم الربا، یعنی که باب در مسئله بسیار با شدت حرام بودن ربا در اسلام بسیار با شدت حرام است، بسیار سخت حرام است. مسلمان باید از ربا دوری بجوید، چطوری که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارکش یاد کردند که ربا در 6 نوع از چیزها می باشد. یکمش طلا با طلا، یا نقره با نقره، یا گندم، یا جو، یا خرما، یا نمک. اینها اگر عوض کرده شوند در مقابل یکدیگر و از یکدیگر زیاد گرفته شود، مثلا 10 گرم طلا بدهی، 15 گرم طلا یا 12 گرم طلا بگیری، این ربا هست و این حرام است. یا همچنین نقره و گندم و جو و خرما و نمک به مثل همین است که یک اندازه بدهی و از اون اندازه زیادتر به دست بیاری. و همچنین امروزه می شود بگیم سم بدهی، سم زیادی بگیری، اینها همه در ربا می درآیند و این را اسلام حرام می داند. و این 6 چیز را که رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر کرده است، طلا و نقره و گندم و جو و خرما و نمک، این 6 چیز را وقتی که ما عوض کردنی می شویم با از هم جنس خودش، طلا می دهیم طلا می گیریم، نقره می دهیم نقره می گیریم، گندم می دهیم گندم می گیریم، یا جو می دهیم جو می گیریم، خرما می دهیم خرما می گیریم، نمک می دهیم نمک می گیریم، با 2 شرط جایز و درست می باشد. 2 شرط حتمی است. شرط اولش همین است که چند گرم طلا دادی باید انا همون قدر طلا بگیری، یا چند گرم نقره دادی، چند گرم گندم دادی، چند کیلو جو، چند کیلو خرما، چند کیلو نمک، یا چند کیلو گندم، از اینها که دادی، چند کیلویی که دادی باید انا همون قدر بازگردانده بگیری. 10 کیلو باشد 10 کیلو، 100 کیلو باشد 100 کیلو، 500 کیلو باشد 500 کیلو، از اون زیاد باید نگیری. این یکمین شرط این معامله هست. و دومین شرط این معامله همین است که در همون جایی که عوض می شود پیش از همدیگر جدا شدن باید هر کس حق خودش را به دستش بگیرد. مثلا گندم دادی باید گندم بگیری و گندمت را باید بدهی به دست مقابلت و گندم را از اون به دست خودت بگیری. یا طلا دادی طلا باید بگیری. یعنی که همین عوض شوی در همون مجلسی که هستید، پیش از اونه که جدا می شوید از همدیگر، باید در همون مجلس این عوض کنی به وجود بیاد، تو مالت را بگیری و به اون طرف مالش را بدهی. اگر این 2 شرط یک تاش نباشد، اون معامله شما نامش ربا هست و اون معامله حرام و ناجایز و نادرست می باشد. پس این است خلاصه معلومات درباره ربا. امام نووی رحمه الله در زیر بابی بسیار با شدت سخت بودن حرام، بسیار با شدت سخت حرام بودن ربا، یک آیت و یک حدیث برامون تقدیم می‌گرداند. اولین آیت یا همون یک آیتی که می‌آرد میگوید قال الله تعالی، الله سبحانه و تعالی گفته است، سوره بقره از آیت 275 تا 278 یا 79 یا 80، خلاصه خیلی این یک صحیفه کامل درباره ربا
الله سبحانه و تعالی سخن میگوید. امام نووی رحمه الله میگوید قال الله تعالی، الله سبحانه و تعالی فرموده است، الله سبحانه و تعالی میگوید الذين يأكلون الربا، یعنی آن کسانی که ریبا میخورند، آن کسانی که معامله ریبوی میکنند، با پرسنت معامله میکنند. لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشیطان من المس، میگه این انسان از قبر بر نمیخیزد. لا یقومون، انسانهای ریباخور، انسانهایی که با ریبا و با پرسنت معامله میکنند، اینها نمیخیزند از قبرهایشان الا كما يقوم الذي يتخبطه الشیطان من المس، مگر چی طوری که میخیزد کسانی که یتخبطه الشیطان، یعنی که اون انسان را سخت دوچاری دیوانگی کردگی از شیطان، من المسی، از جنون و از دیوانگی. یعنی که انسانهایی که ریباخور هستند، انسانهای ریباخور در روز قیامت وقتی که قیامت قایم می شود از جایهایشان می خیزند، یک دیوانوار از جایشان می خیزند و اختلاس حواس گرفتگی هستند و دیوانه شدگی هستند و جنون در اونها دیده می شوند. اینها از قبر می خیزند، از قبر محشور می شوند در روز قیامت. یعنی این یکی از بزرگترین ضررهای ریباخوری است که انسانهای ریباخور در روز قیامت انا همین طور شناخته می شوند که دیوانوار هستند و بسیار سخت دچار اختلاس حواس گردیدگی هستند. الله سبحانه و تعالی میگوید ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا، یعنی الله سبحانه و تعالی اینها را دچار این دیوانگی میگرداند به خاطر چی؟ ذلك، یعنی این با علت و با سبب آن هست که انهم قالوا، این ریباخوران میگفتند که انما البیع مثل الربا، میگفتند بیع مانند ریبا هست. بیع میگفتند یک تجارت است، چطوره که امروز بسیاری از مردم دوچاری ریبا شدگی هستند و دوچار پرسنت شدگی هستند و دوچار قمار شدگی هستند. پس اون پرسنت ها را، اون ریباهایی که انجام میدهند، عملهای ریبوی، یا آن قمارهایشان را نامهای دیگر میمانند برای مسلمان ها را فریب دادن. پس انا همین طور این انسانهای ریباخور میگویند که انما البیع مثل الربا، یعنی بیع مانند ریبا هست. یعنی ادعا میکنند که بیع یعنی که مانند ریبا هست، یعنی که این یک عملی تجارتی است. گفته ادعا میکنه، یعنی قیاسی بر دروغ و قیاس همون قیاس را انجام میدهند که شیطان ملعون خودش را قیاس کرده بود با آدم علیه السلام، که الله سبحانه و تعالی در سوره صاد آیت 76 میگوید قال انا خیر منه، شیطان ملعون گفت که ای الله من از آدم بهتر هستم، خلقتنی من نار و خلقته من طین، یعنی گفت ای الله تو آدم را از آتش، مرا از آتش خلق کردی و آدم را از گیل خلق کردگی هستی. پس با این قیاسی بر دروغش گفت که آتش از گیل بالاتر است، گفته شیطان در لعنت الله گرفتار شد و شیطان محروم گشت از نعمتهای الهی و از آن ناز و نعمتی که الله آماده کردگی است برای بندگان اطاعتگرش. شیطان ملعون از اون محروم گشت و تا به روز قیامت در لعنت گرفتار شد. چرا؟ زیرا اینکه قیاس باطل و قیاس به منطق و قیاس به معنی را انجام داد. پس الله سبحانه و تعالی میگوید اونها گفتند انما البیع مثل الربا، گفتند بیع و ریبا هر دوش یکی هستند، یعنی تجارت هستند. گفتند پس به سبب همین در روز قیامت وقتی که از جایهایشان میخیزند به مثل دیوانه هستند
الله سبحانه و تعالی میگوید و احل الله البیع و حرم الربا، یعنی که الله سبحانه و تعالی حلال گردانید بیع را، یعنی تجارت حلال است، تجارت درست است، تجارت درست و جایز است، اما ربا حرام است. ربا را الله سبحانه و تعالی حرام قرار دادگی هست و الله سبحانه و تعالی ربا را نادرست خواندگی هست. پس الله سبحانه و تعالی این حکم را در اینجا بیان کرد که ربا حرام می باشد. هر چیزی که نامش را مانی، چه کانکورس میمانی، چه هر نام دیگری که میمانی، تجارتش میمانی، معاملش میمانی، داد و گرفت میمانی، هر نامی که ربا را میمانی یا قمار را میمانی، این هر دو حرام و ناجایز و نادرست میباشند در دین پاک اسلام. پس وقتی که الله سبحانه و تعالی ربا را حرام گردانید، ربا را حرام گردانید، رسول الله صلی الله علیه و سلم نخستین ربایی که باطل اعلانش کرد ربای عباس ابن عبدالمطلب است که رسول الله صلی الله علیه و سلم ببینید که خاطر ندید که این عمک من هست و معامله را براش نادیده بگیرد، بلکه اولین چیزی که منع کرد از خاندان خودش شروع کرد که ربای عباس ابن عبدالمطلب را حرام اعلان کرد و حرام در بین مردم حکم کرد و عباس ابن عبدالمطلب را از این عمل باز داشت، از این ربا باز داشت مردم را که اینطور معامله بکنند. یعنی که اون زمان وقتی که چیزی میدادند، قرض میدادند با مهلت 3 روز یا 1 ماه، اگر در 3 روز پرداخته نمیتوانستی باز زیاد میکردن اون قرض را و زیاد میکردن. رسول الله صلی الله علیه و سلم این را حرام اعلان کرد و الله سبحانه و تعالی این را حرام دانست. پس از بیان کردن حکم الله سبحانه و تعالی میگوید فمن جاءه موعظة من ربه، یعنی به هر کسی که موعظه و وعظ از جانب الله براش رسید، فانتهى، پس از این عمل زشتش دست کشید. فانتهى یعنی باز ایستاد از معامله ربوی. فمن جاءه موعظة من ربه، یعنی یک انسان معامله ربوی میکرد، وقتی که براش حکم شرعی رسید که معامله ربوی حرام میباشد، وقتی این حکم که رسید، فانتهى، پس میگه اون انسان باز ایستاد از معامله ربوی، زود توقف کرد از این معامله. پس الله سبحانه و تعالی میگوید فله ما سلف و امره الی الله، یعنی آنچه از ربایی که پیش از حرام بودن معامله کرده بود، همه اونها از خود اون انسان می شود، مال اون انسان است و براش حلال است که اون را استفاده برد. آن مالی که پیش از حرام بودنی ربا معامله کردگی بود، اون مال برای این انسان جایز می گردد. فلهو یعنی مال خودش می شود. ما سلف، آن چیز، آن معامله ربویی که پیش از حرام بودنش انجام داده بود. یا یک انسان هم نمیدانست که ربا حرام است، یا یک معامله را فکر میکرد که تجارت است، سالها معامله کرد، وقتی که فهمید اون معامله ربا هست، باید همون لحظه توقف بکند. همون لحظه که فهمید، همون لحظه توقف بکند. پس سوم مالی که به دست آوردگی است، اون سوم مالش از خودش می باشد. و امره الی الله، و امر اون انسان در دست الله جل جلاله می باشد. و من عاد، اما کسی که بر ربا باز برگردد، یعنی که حرام بودنش را فهمید و باز هم ربا را انجام داد، فاولئک اصحاب النار، الله سبحانه و تعالی دومین عذاب و شکنجه رباخوران را بیان میکند، دومین ضرر ربا را بیان میکند که فاولئک اصحاب النار، یعنی که رباخوران اصحاب النار هستند، رباخوران دوزخی می باشند. این رباخوران اهل دوزخ است، گفته
الله سبحانه و تعالی بیان کرد حال انسانهای رباخور را. این دومین عذاب انسان رباخور است. یکمش از قبر وقتی که میخیزد دیوانوار از جایش میخیزد، و دومین ضررش همین است که مخلد در آتش دوزخ میموند که الله میگوید اولئک اصحاب النار، یعنی اونها آتش از مردم آتش دوزخ هستند، هم فیها خالدون، یعنی که آنها در آتش جهنم مخلد میمانند، در آتش جهنم مخلد و همیشه میمانند. بعد از این الله سبحانه و تعالی میگوید یمحق الله الربا و یربی الصدقات، یعنی الله سبحانه و تعالی نابود میگرداند ربا را، یعنی بی برکت میگرداند مالی که از ربا میشود، و یربی الصدقات، و الله سبحانه و تعالی می افزاید و الله سبحانه و تعالی زیاد میگرداند صدقات را. وقتی که انسان صدقه میکند از مال حلال و انسان از مال حلال صدقه میکند، این صدقهش می افزاید مال اون انسان را. چی طوری که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث میگوید من تصدق بعدل تمرة من کسب طیب، یعنی هر کسی که به اندازه یک خرما از کسب حلال و جایز و درست با زحمت حلالش یک دین به اندازه یک خرما اگر صدقه بکند، ولا یقبل الله الا الطیبه، الله سبحانه و تعالی قبول نمی کند مگر حلال را، فان الله یقبلها بیمینه، پس الله سبحانه و تعالی این انسانی که به اندازه یک خرما صدقه دادگی است از مال حلالش، میگه الله سبحانه و تعالی یقبلها، قبول میکند همین صدقه از مال حلال را، بیمینه، با دستان راستش الله سبحانه و تعالی آن صدقه را قبول میکند. ثم یربیها لصاحبها، پس میگه الله سبحانه و تعالی یربیها لصاحبها، پرورش میدهد انا همون یک خرمایی که از راه حلال به دست آورده صدقش کردگی بود، لصاحبها، برای صاحبش اون را پرورش میدهد، اون را میافزاید، اون را زیاد میکند. میگه کما یربی احدکم فلوته یا فلوه حتی تکون مثل الجبل، میگه که چی طوره که یربی احدکم، یعنی پرورش میکند یکی از شما، فلوه یعنی که کره اسبش را، بچه اسب را که میدک است، اون کره اسب را پرورش میکند، نگاه بین میکند، کلانش میکند، حتی تکون مثل الجبل، تا اینکه به مثل کوه میگردد. پس این انسان را انا همون یک خرمایی که در راه الله جل جلاله دادگی هست، انا همون یک خرمای دادگیش به اندازه کوه میگرداند الله سبحانه و تعالی اون از مال حلال دادگیش را. و همچنین الله سبحانه و تعالی میگوید در سوره بقره آیت 261 که مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، یعنی مثال کسانی که مالهاشون در راه الله صدقه میکنند، کمثل حبة انبتت 7 سنابل فی کل سنبلة 100 حبة، به مثل کسی است که میگه اون یک دانه، کمثل حبة، به مثل یک دانه ای که انبتت 7 سنابل، یک دانه گندم رو در زمین میچوشی، اون یک دانه گندم 7 غشه میبرارد، در هر یک غشه چندین دانه گندم هست، فی کل سنبلة 100 حبة، در هر یک غشه گندم 100 دانه گندم می باشد. اکنون یک دانه گندم رو میچوشی در زمین میگذاری، اون یک دانه گندم 7 غشه میکند، هر یک غشه 100 دانه ای دارد. اکنون تصور کنید یک دانه گندم شما 700 دانه می شود. اکنون انسان هم که صدقه میکند از مال حلال، انا همین طور در مالش افزایش و بسیار شوی پیدا می شود. چی طوری که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث میگوید ما نقصت صدقه من مال، یعنی صدقه دادن مال انسان را کم نمی کند. انسان
هر چقدر صدقه بدهد اون انسان را مالش کم نمی شود، اون انسان را مالش کم نمی شود. پس این بود سخنان رسول الله صلی الله علیه و سلم و سخن الله جل جلاله برای افزایش مال حلال که صدقه داده می شود. پس الله سبحانه و تعالی در آیت 276 سوره بقره میگوید یمحق الله الربا، الله سبحانه و تعالی نابود میگرداند ربا را، برکتش را از بین میبرد، و یربی الصدقات، و الله سبحانه و تعالی می افزاید و زیاد میگرداند صدقه ها را، صدقه هایی که از راه حلال است. والله لا يحب كل کفار اثیم، الله سبحانه و تعالی هر کافری سرکش را، هر کافری گناهگار و هر کافری که بسیار سرکش است، الله سبحانه و تعالی اون کافر را دوست نمی دارد، الله سبحانه و تعالی اون را دوست نمی دارد. این بود آیت 276. بعد از این الله سبحانه و تعالی در آیت 277 سوره بقره میگوید ان الذين آمنوا، هر آینه کسانی که ایمان آوردند، و عملوا الصالحات، و عمل صالح انجام دادند، و اقاموا الصلاة، و نمازهایشان را خواندند، و آتوا الزکات، و زکاتهایشان را دادند، لهم اجرهم عند ربهم، پس برای اینها اجر و پاداش در نزد پروردگارشان می باشد، ولا خوف علیهم، و اینها دیگر ترس ندارند، ولا هم یحزنون، و این انسان ها دیگر غمگین هم نمی شوند. یعنی کسانی که ایمان دارند، عمل صالح میکنند، نماز میخونند و زکات میدهند، اولین که پاداش بزرگ به دست میارند، دوم در دلشان ترس نیست، سیوم غمگین نمی شوند. ترس در دلشان نیست، یعنی در این دنیا دیگر از هیچ چیز نمی ترسند، زیرا اینکه میدانند که عملهای شایسته و درست را انجام داده ایستادند. اینها دیگر نمی ترسند، از مردن نمی ترسند، از به قبر رفتن و جان به حق تسلیم کردن نمی ترسند، زیرا اینکه میدانند که عمل صالح و درست انجام داده ایستادند. ولا هم یحزنون، و همچنین اینها غمگین نمی شوند، یعنی در روز قیامت وقتی که می روند در اونجا دیگر غمگینی نمی کنند که در دنیا ای کاش عمل صالح می کردیم، زیرا که در دنیا عمل صالح می کردن. اما انسان های فاسق و فاجر در روز قیامت می روند غمگین می شوند که ای کاش در دنیا عمل های صالح را انجام می دادیم. این بود آیت 277 سوره بقره. بعد از این آیت 278 سوره بقره الله سبحانه و تعالی میگوید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، یعنی ای آن کسانی که ایمان آوردید از الله جل جلاله بترسید، ای مؤمنان از الله بترسید، و ذروا ما بقی من الربا، و ترک بکنید آن چیزی که از ربا باقی ماندگی هست، آن مالی که از ربا باقی ماند، الله سبحانه و تعالی میگوید پس شما اون را ترک بکنید، اون را رها بکنید، مال از ربا باقی مانده را ترک بکنید. یعنی چی؟ یعنی که شما در دست کسی با ربا معامله داشتید، وقتی که فهمیدید که ربا حرام است، همون سومی که در دست اون ماندگی است فقط سومی خودتان را بگیرید، و سومی که از ربا باید از اون میگرفتید، پرسنت باید میگرفتید، اون پرسنت را ترک بکنید، اون را سراغ نکنید. و ذرو، الله میگه ترکش بکنید، ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمن هستید پس این کار را انجام بدهید، اگر واقعا ایمان به الله دارید پس الله سبحانه و تعالی میگوید این کار را انجام بدهید. بعد از این الله سبحانه و تعالی در آیه 279 سوره بقره میگوید فإن لم تفعلوا، پس اگر که این کار را انجام ندادید، اگر که از ربا دست نکشیدید، فأذنوا بحرب من الله و رسوله، پس شما اعلان جنگی با الله و پیغمبر کردگی هستید. وقتی که از ربا دست نمیکشید بعد از فهمیدن این ربا، پس شما اعلان جنگی با الله و پیغمبر انجام دادگی هستید. این سومین ضرری رباخوری است که انسان پرسنت خور، انسان رباخور جنگی با الله و پیغمبر اعلان کردگی است. الله میگه و این توبتم،
اگر که توبه کردید، اگر که توبه کردید، فلکم رؤوس اموالکم، پس اصل مال هاتون از خودتان هست. یک آدم رو $1000 قرض دادی و پرسنت در بالاش ماندی، وقتی که توبه کردی و بازگشتی از پرسنت دست کشیدی، همون $1000 خودت رو بگیر و اون پرسنتی که کار کردگی هست اون را نگیر. انا همون سومه که تو به اون انسان دادی به دستش، انا همون میگن رؤوس اموال، یعنی رأس مالهایتان. اما از اون در زیادش، یعنی که پرسنتی که کار میکند، اون ربا است و اون حرام میباشد. الله سبحانه و تعالی میگه لا تظلمون، یعنی ظلم نشوید. لا تظلمون یعنی ظلم نکنید، یعنی شما با گرفتن ربا ظلم نکنید دیگرها را، فقط همون مال اصلیه که داده بودید انا همون رأس مالتون را بگیرید. لا تظلمون، ای مردم ظلم نکنید با گرفتن ربا. ولا تظلمون، و ظلم کردن نمی شوید. اگر ظلم نکردید ظلم کردن نمی شوید. یعنی چی؟ یعنی که اگر ظلم کردید و ظلم کرده، اگر ظلم نکردید ظلم کردن نمی شوید. یعنی اگر که اون مال اصلی تو گرفتید پرسنت را نگرفتید، پس شما ظلم نکردید و شما همچنین ظلم کرده نمی شوید. یعنی چی؟ یعنی که اون سرمایه تون رو از دست نمی دهید، اما $1000 تون رو میگیرید یا چند سومه که دادگی هستید اصلی همون سومتون رو میگیرید. یعنی ظلم کردن نمی شوید و مورد ستم قرار نمی گیرید و الله سبحانه و تعالی شما را غضبش را بالاش نمیارد اگر که شما واقعا ظلم نکنید با گرفتن ربا. الله سبحانه و تعالی بعد از این آیت 280 سوره بقره میگوید و این کان ذو عسرت، اگر همون انسانی که از شما سوم قرض گرفتگی بود در عسره باشد، در سختی باشد، فنظرة الی میسرة، پس الله سبحانه و تعالی میگه او را مهلت بدهید تا زمانی که دستش کشاده شود، تا زمانی که میتواند قرض شما را بازگرداند. و ان تصدقوا خیر لکم، الله سبحانه و تعالی میگه اگر صدقه بکنید، یعنی اگر ببخشید همون مالی که دادگی بودید، این برای شما بهتر است. یک انسان رو شما $1000 قرض دادید، اون انسان قرض شما را بازگردانده نتوانست، اگر بخشیدید نور علی نور، این بهتر و خوبتر است. اما اگر نبخشیدید مهلتش بدید، مهلتش بدید تا اینکه اون دست بیابد و این قرض شما را بازگرداند، نه اینکه در بالاش پرسنت بماند و ربا بماند و اون انسان را از این حالش هم بدتر بکنید. نه، این کار رو نکنید، بلکه فرصتش بدهید. اگر که خیلی جوان مردی میکنید پس اون سوم را ببخشید. ان تصدقوا، صدقه بکنید همون سوم را، خیر لکم، برای شما خیر و بهتر است. و این کنتم تعلمون، اگر که شما میدانستید، یا این کنتم تعلمون، اگر که شما میدانستید، اگر که شما میدانستید، این برای شما بسیار بهتر و خوبتر بود. در سوره، در آیت 280 سوره بقره الله میگه واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله، بترسید از آن روزی که به سوی الله جل جلاله باز میگردید. ای مردم از آن روزی بترسید که شما نزد الله میروید. ثم توفى كل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون. ای مردم از الله بترسید، از آن روزی که، از آن روزی که شما نزد الله می روید، بعد شما هر یک کدامتون وفات می یابید، یعنی در این دنیا همیشه باقی نمی مانید و روز شما وفات می کنید، بعد از وفات کردنت ما کسبت و هم لا یظلمون، هر آن چیزی را که نفسای شما انجام داده بود اون را شما به دست میارید و شما ظلم کردن نمی شوید. یعنی که کاری نیک کردید پس ثواب نیک میگیرید، کاری بد کردید پس عقاب و عذاب را خواهید شما گرفت ای بندگان الله جل جلاله. پس این بود اولین آیت، یا همون یک آیتی که، همون آیتی که امام نووی رحمه الله در سوره، در اول باب با شدت سخت حرام بودن ربا آورده است. این آیت طولانی، تقریبا آیت 275 تا
81 از سوره بقره. بعد از این امام نووی رحمه الله میگوید و اما الاحادیث فکثیرة فی الصحیح مشهورة. اما میگه اگر در قسم حدیث ها بگذاریم، حدیث ها خیلی زیاد هستند در این باره حدیث ها خیلی زیاد می باشند و مشهورتون، در حدیث های صحیح هستند و همچنین مشهور هست، خیلی زیاد است و خیلی مشهور می باشد. منها از جمله همون حدیث ها حدیث ابی هریره رضی الله عنه السابق فی الباب قبله، همون حدیث ابو هریره رضی الله عنه که در حدیث پیشینه ما و شما گرفته بودیم، در باب پیشینه، یعنی که حدیث 1613 هم در باب با شدت حرام بودن مال یتیم، حدیث را که گرفته بودیم، همون حدیث هم میگه حدیث در مسئله ربا هست، زیرا اینکه در همون حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتند که اجتنبوا السبع الموبقات، یعنی پرهیز بکنید از 7 گناه هلاک کننده. پس پرسان شدن که رسول الله اون 7 گناهی که هلاک میکند کدام ها هستند؟ یکی از اونها رسول الله گفت که و اکل الربا، یعنی خوردن ربا هست. پرسین خوری یکی از گناهان هلاک کننده می باشد، یکی از مهلکات می باشد. پس امام نووی رحمه الله در اینجا اشاره میکند، میگه که همون حدیث ابو هریره رضی الله عنه که گذشت در باب پیشینه، اون حدیث هم دلیل است برای حرام بودن ربا، یا که برای بسیار با شدت سخت حرام بودن ربا. اکنون در زیر این باب امام نووی رحمه الله یک حدیث آوردگی که هست، اون حدیث رو میارد، حدیث 1614 کتاب ریاض الصالحین است. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1614 کتاب ریاض الصالحین میگوید و عن ابن مسعود رضی الله عنه قال، یعنی که از ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که گفت لعن رسول الله صلی الله علیه و سلم آکل الربا و موکله، میگد که رسول الله صلی الله علیه و سلم لعنت کردگی است ربا خور را و ربا دهنده را. الله سبحانه و تعالی لعنت کردگی، پیغمبر صلی الله علیه و سلم لعنت کردگی هست انسانی که ربا میخورد و انسانی که ربا میدهد، این را الله سبحانه و رسول الله صلی الله علیه و سلم لعنت کردگی است. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کردگی است. زاد ترمذی و غیره، امام ترمذی و غیر امام ترمذی زیاد کردگی هستند در این روایت زیادتی ذکر کرده، میگوید که و شاهدیه و کاتبه، یعنی که رسول الله صلی الله علیه وسلم همچنین لعنت گفتگی است دو شاهدی که در وقت ربا دادن شاهدی میدهند، رسول الله صلی الله علیه و سلم اون دو شاهد را همچنین لعنت گفتگی است. و کاتبه، و همچنین رسول الله صلی الله علیه و سلم نویسنده اون عقدنامه‌ای که می نویسد در ربا، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه اون نویسنده را همچنین لعنت گفتگی است. پس ببینید که از پشت ربا و رباخوری رسول الله صلی الله علیه و سلم چقدر انسانها را لعنت گفتگی هست، چقدر این انسانها را لعنت گفتگی است رسول الله صلی الله علیه و سلم. یعنی که این دلالت میکند به بسیار بد بودنی ربا، که چقدر بد میباشد ربا خوری. پس انسان مسلمان باید از ربا دور باشد، زیرا که در لعنت الله جل جلاله گرفتار می شود اگر که دست بزند به ربا خوری. پس این بود اون یک حدیثی که امام نووی رحمه الله در زیر این باب آورده بود، با همین این باب به آخر رسید، بابی با شدت سخت حرام بودن ربا به آخر رسید. باب نو شروع می شود، باب تحریم الریائی، یعنی باب در مسئله حرام بودن ریاکاری و ریا حرام می باشد، ریا
حرام می باشد و خودنمایی حرام می باشد، باب نو شروع می شود. انشاءالله این باب را درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزه امان. با همین درس امروزه را به پایان می رسانم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.